مردمی شرکت می‌ورزند اشتراک میکنند و البته من از این منتداری خود رو به استاد گرامی قدرمون دکتر یک شخص شناخته جمهوری عزیزمون مولا ظهور طاهری بیان میکنم و بگذار چنین کنگرس ها چنین نشست ها بسیارتر شوند تا ما بتوانیم با مردمان از دیگر کشورها رابطه های علمی داشته باشیم و البته طبیعت ما یک طبیعت خودش میگوییم که داروخانه طبیعت ما داروخانه طبیعی است خطا نمی کنیم زیرا تمام گیاه ها تمام رستنی هایی که در تاجیکستان میروند برای انسان ها برای تبابت انسان ها مفید هستند و آدمان می توانند از آنها داروها پیدا کنند یعنی سازند و البته ما اگر به تاریخ طب قدیم نظر کنیم از دوران بزرگوار ابوعلی ابن سینا و بسیار نفران دیگر که به طب مشغول بودند این رستنی ها این بایگری طبیعت را استفاده می بردند. من چون زاده بدخشان هستم ساکن شهر خورو هستم در بدخشان درختان توت و چهارمغز خیلی مفید خیلی زیاد در طب استفاده می کنند و یک نمود میوه هستند و اینچنین از اونها بسیار داروها رو تیار میکنند بسیار خورش یعنی چیزای خوردنی رو تیار میکنند و انا اینجا درخت توت است. در بدخشان توت خیلی یک جایگاه خودش رو دارد چون که در ما میگویند که این توت در زمانهای خیلی زیاد مردم رو از گرسنگی نجات داده است. در زمانی که راهها بسته میشدند قحطی به وجود آمده است برای مردم بدخشان همین توت‌هایی که در باغ‌هاشون بودن توانستند که آنها رو از این روزهای دشوار نجات دهند و درخت توت را بسیار میشنانند و در زمان شوروی نیز توت را همچون از اون یعنی از برگشون استفاده میکردند و عذرم توت رو توت پیست میگویند توت خشک میکنند از آن دارو معلوم ها تیار میکنند و برای سلامتی انسان بسیار فایده دارد.